سلام دوستان، وقت بخیر. صدا هستش؟ بعد صدای من هست؟ بله هستش دکتر. من در خدمت شما هستم. بسیار عالی. من یک معرفی بکنم بعدش شما شروع بفرمایید. در خدمتتون هستم. متشکرم. سلام باشید. سلام خدمت همه پلاسمای عزیز و حضار محترم. امیدوارم که حالتون عالی باشه. همونطور که مستظر هستید جلسه امروزمون راجع به تیم ورک هستش. مهمان این جلسه‌مون هم دکتر محمد حسنی هستن، رئیس کمیته تحقیقات دانشجویی توسعه آموزش شیراز. فقط اینکه دو تا نکته خدمتتون عرض کنم بعدش بریم سراغ وبینار. نکته اول این که در قسمت انجمن دوره در وبسایت میتونید سوالاتتون رو بپرسین. وبینار دهنده محترم پاسخ میدن هر موقع که بپرسین. نکته دومی که در کانال تلگرامی مرتبط با همین وبینار هم که لینکش در کانال قرار گرفته عضو بشید تا از باقی وبینارهای آقای دکتر مطلع بشید. بسیار همالی آقای دکتر، روم در دست شماست، بفرمایید. بزرگوارید، سلامت بشین. عرض سلام و ادب و احترام دوستان عزیزم. امیدوارم حال همگی خوب باشه، تنتون سالم باشه و دلتون خوش. عرضم به خدمتتون که من یه مقدار دکتر صدای شما رو بد شنیدم. حالا دارم هی چک میکنم که مشکل از در واقع سیستم من یا سیستم شما، ولی صدای شما رو خیلی بد. الان صدای من واضحه دوستان؟ بله صدای شما فوق العاده است. احتمالاً مشکل از نت من بود. پس شروع کنیم. آره سلامت بشید. پس شروع کنیم. هر جا که حالا اینترنت قطع شد دکتر شماره منو داری پیام بده لطفاً که من یه مقدار این روزا اینترنتم خرابه که خدا نکرده شرمنده بچه‌ها نشه. به نام خدا. علی محمد حسنی هستم، دانشجوی علوم پزشکی شیراز. الان در مقطع به نوعی اکسترنی هستم و چند سالیه داریم فعالیت می‌کنیم توی کمیته توسعه آموزش پزشکی و باعث افتخارمه که امروز دومین وبینار رو با بچهای پلاسما داریم برگزار می‌کنیم. به شدت کار جذابیه، تیم پلاسما و واقعا لذت می‌برم از این موضوع. حالا جلسه قبلی ما در واقع سری موارد رو بحث کردیم که به نظرم اگر که دوستانی اون جلسه بودند این جلسه میتونه براشون خیلی مفیدتر باشه. اگر نه خب من سعی میکنم یه بریف کلی از جلسه قبلی بگم که چی شد به اینجا رسیدیم. ما کلا اومدیم در مورد نقش کارهای دانشجویی تو روند آموزش رو بحث کردیم، به نوعی که خب یه بحث خیلی خیلی گسترده‌ای که توی آموزش پزشکی ما داریم اینه که خب حالا دانشجو چه کاری از دستش برمیاد برای رفع این مشکلات و چه کارهایی رو میتونه انجام بده که این سیستم خیلی خیلی عیبدار و مشکل دار بتونه یه مقدار یک روند بهتری رو داشته باشه. اما خب اون مقداره هم برامون مهمه، یعنی انتظاراتمون بنابر حد و اندازه بود که حالا کلمون که نمیتونیم تغییر بدیم منصرف بشیم. نه، اومدیم یه سری مثال ها رو زدیم، کارهایی که با هم انجام دادیم و به اشتراک گذاشتیم و در موردش یه بحث جالبی شکل گرفت. اگر که حالا دوستان دسترسی به این موضوع داشته باشن خیلی خیلی به نظرم میتونه براشون جالب باشه و انشالله که مفید باشه. جلسه امروز در مورد تیم ورک می‌خوایم صحبت کنیم. اساساً حالا یه ضرور مسئله خیلی شایسته و بایسته وجود داره که ایرانی‌ها توی کار تیمی خیلی ضعیفن و درست میگن، چون یک سری چارچوب رو ما توی تیم ورک رعایت نمی‌کنیم. شما اگر دقت کنید ما از ریاست جمهوری به پایین یک سری چالش‌هایی رو داریم که افرادی که وارد یک تیم میشن خیلی خیلی آدم‌هایی هستن که نسبت به هم شبیهن. صدام قطع میشه دوستان؟ خوبه صداتون برای بنده که اوکیه. احتمالاً مشکل از اینترنت بچه‌ها هست. عالی. من خیلی اینترنتم این روزا ضعیفه و واقعا عذر میخوام اگر
قطع و وصل میشه. تو بیمارستانم رفتم، بیمارستانم اونقدر که باید جذاب نبود. عرض میکنم خدمتتون یکی از چالش‌های بزرگی که داریم اینه که هیچ وقت ما اون تیم ورکه، ما همیشه میگفتیم یه اثر سینرژیکی باید بذاره روی فعالیت‌های حالا یک جمعیتی، اونو توی کارهامون ندیدیم توی سطح کلان و این توی سطح دانشجویی متاسفانه ایجاد شده. حالا هیچ وقت یه قید نور، حالا یوزولی مثلا بگیم بهتر. اما مشکل از کجاست؟ ما دقیقاً توی تیم ورک چه المان‌هایی رو باید رعایت کنیم و چه میتوانیم بکنیم که تیم بهتری رو تشکیل بدیم. آیا لزوما ما باید تشکیل دهنده باشیم یا اینکه توی یک تیم میتونیم شرکت کنیم و اونطور اثر بخشی بیشتری خواهیم داشت؟ اینا موضوعات مهمی که من امشب در موردشون بحث میکنم. فقط قبل از اینکه حالا خیلی جدی‌تر شروع کنم 2 تا نکته رو بگم خدمتتون. اینا صرفاً بر اساس مطالعاتی که من داشتم و تجربیاتی که من داشتم. ممکنه شما فردا روزی بیایید و یک وبینار در واقع بذارید که کاملا از یک رفرنس دیگه، از یک سری تجربیات دیگه و از یک سری در واقع اکسپوزهای دیگه یک نتیجه گیری دیگه داشته باشه. در نتیجه نمیخوام اونقدر اون تأثیری که یه دی حالا فکر میکنن کلام وحی نازل میشه، نمیخوام اون تأثیر رو داشته باشیم. صرفا میخوام یه بارش فکری داشته باشیم در مورد تصمیماتمون، چون من هم قاعدتا همچین حالتی رو قطعا اتخاذ کردم. در مورد چیزایی که فکر میکردم درسته سرچ کردم، کلا اساس ریسرچ متاسفانه اینجوری شده و اون اوورتینک، اون در واقع اوور سرچ به نوعی خوب اتفاق نمیفته. ولی در مورد این موضوع به نظرم اتفاقا لازمه که یه مقداری افراد بیان اتفاقات شخصی خودشون رو هم دخیل کنن توی نظریات درستی که اتفاق افتاده. من یه نیمچه اسلایدی آماده کردم، الان اگر بشه شیرش کرد عالی میشه که فکر کنم با توجه به اینترنت من دارم تلاش میکنم که شیر کنم ولی نمیشه. به محض اینکه شیر شد من از روی اسلاید ادامه کار رو میدم خدمتون. اما سوال اول، هدف از تیم سازی چیه؟ به نظرتون ما تیم رو برای چی میسازیم؟ برای چی میایم تیم سازی انجام میدیم؟ آیا همیشه تیم ورک قرار به ما کمک کنه؟ قطعا نه. یعنی یک سری جاها وجود داره که در واقع من به بچه‌ها پیشنهاد میکنم که این کار رو تیمی جلو نبرید، چون چالش های این کار میتونه بیشتر باشه نسبت به اون پیشرفتی که توی کار شما ایجاد میکنه. در نتیجه شما باید اون شخصی سازیه رو صورت بدید که چه کاری میتونه باعث بشه که اون اثر سینرژیکی که در موردش صحبت کردیم برای شما اتفاق بیفته. مثال بخوام براتون بزنم، من سعی میکنم همزمان با در واقع فعالیتایی که داشتم یک سری مثال هم بزنم نسبت به اون که چه تایمی بود که ما مثلا اون کاره اگر انفرادی انجام میشد بهتر بود. البته خب فاکتورهای مهمی هم هست توی این حوزه که ما در موردش نمیتونیم در واقع نظر بدیم، اما به طور کلی برآوردی که میشد بهتر میشد. مثلا من کار پژوهشی داشتم، دیتاش آماده بود، ارزم به خدمتتون همه چیز آماده بود، صرفا برای اینکه یه مقدار زحمت کار کمتر بشه ما این اومدیم پخش کردیم. اون کار پژوهشی یکی از ضعیف‌ترین کارهای پژوهشی من شد، چون که افراد با هم مچ نبودن. چرا که اون کارو من 0 تا 100ش رو در واقع طی کرده بودم، به 80 رسونده بودم، یه قسمتی از کار نیازمند یک در واقع تلاش بیشتری بودم و اونجا اومدم تیم رو دخیل کردم. پس فاکتور مهم، شما باید با تیمت یک نقطه مشترکی بهش برسی که صرفاً به عنوان استفاده ابزاری از بچه‌ها در واقع استفاده نکنی و صرفاً دید استفاده ابزاری بهشون نداشته باشی. من باز دارم تلاش میکنم که اسلایدم رو آپلود کنم و نمیدونم چرا نمیشه، نمیدانم چرا نمیشه. الان فکر کنم شد، درسته؟ الان اسلایدهای من رو میبینید دوستان؟ بله بله هستش دکتر جان. خیلی هم عالی. پس گام اول ما در مورد مزایا و چالش‌هایی که توی این حوزه باهاش رو در رو هستیم صحبت می‌کنیم و من سعی می‌کنم چالش‌ها رو آخر کار بذارم، بیشتر میشه
ادوانتیج. من بیشتر اول مثالی که زدم توی معایب بود، اما بیایم سراغ مزایا. به طور کلی حالا چیزی که خیلی واضح و مبرهنه اینه که کار تیمی میتونه اثر سینرژیکی روی فعالیت ما داشته باشه. اون اثر در واقع عرضم به خدمتون مزایایی که میتونه برای ما داشته باشه، مهمترینش اینه که شما با یک تعدد نظراتی رو در رو میشید که میتونید از دل اون مسائل یک اتفاق بهتری رو رقم بزنید. مشکل اول، ما توی تیم ورک میایم از افرادی استفاده میکنیم که ما شبیهن و این بزرگترین اشتباه توی تیم بندیه، چون شما اگر میخواستی افراد شبیه رو در کنار هم بذاری، خب همون کار رو همونطور که من به شما گفتم تک نفره میبردی جلو، تو نمیتونی گولی براشون بیایی در نظر بگیری. شما باید بتونید برای افراد تیمت یک گل در نظر بگیری، در نتیجه نمیتونی همه افراد رو بر اساس یک تایپ استفاده کنی و سلکت کنی. در واقع در نتیجه یکی از مزایایی که شما میتونی یک بارش فکری داشته باشی از افراد